از اولین نمونهش تو بازی استارشیپ سال 1977. اون موقع پدر و مادر بنده هنوز با هم دیگه آشنا هم نشده بود. تا به همین امروز ایستر اگ ها بخش جدا نشدنی دنیای ویدیو گیم بودن و تو مراحل مختلف بازی‌های مختلف وجود داشتن. اما بعضی ایستر اگ های جالب تو همون مرحله اول یک بازی پنهان شده. مثلا تو شروع لاست آف اس 1 میتونید این عکس رو که تصویر واقعی از یک مورچه آلوده به ویروس کوردیسپسه توی تلویزیون اتاق جول پیدا کنید. البته بگم الکی نیستش که 8 سال طول کشیده تا این ایستر اگ رو پیدا کنن. چون برای فعال کردنش باید از اتاق بیاین بیرون و از پله‌ها برید پایین، از گیم خارج بشید، دوباره وارد گیم بشید و برگردید توی اتاق تا این ایستر اگ فعال بشه و شما بتونید این عکس رو ببینید. البته اگر دارید روی PS5 نسخه ریمستر شده لاست آف اس رو بازی می‌کنید که کلاً بیخیال تمام این مراحل بشین، چون توی این نسخه از بازی این ایستر اگ رو کلاً حذف کردن. یا مثلا تو شروع ویچر 2 بغل دروازه آهنی انبار کاهی وجود داره که اگر به اون نقطه از بازی برید اساسینی رو پیدا میکنید که لیپ آف فیت ناموفقی انجام بده و با هدفگیری بد به جای اینکه توی کاه فرود بیاد رو زمین فرود اومده و کشته شد. وقتی که این ایستر اگ رو پیدا میکنید گرالت دیالوگی میگه و یک امتیاز به اسکیل اساسینیشن شما تو بازی اضافه میشه. اما این فقط 2 تا نمونه از ایستر اگ هایی بود که تو مراحل اول بازی ها پیدا میشن و بازی ها پرن از ایستر اگ های باحال و چالش برانگیز. ایستر اگ مورد علاقه شما از کدوم بازیه؟ این پایین برام بنویسید، چون اگه برام ننویسین هیچ کاری از دستم بر نمیاد. ننوشتین دیگه.